الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، سؤال آمده است که در حالت مختصر به ما بیان بکنید که کدام سرزمین را دارالاسلام گفته می شود و کدام سرزمین را دارالکفر گفته می شود. یعنی به عباره دیگر بگیم، برادر میخوان بفهمند که دارالاسلام چی است و دارالکفر چی است و در حالت مختصر میخوان همین مسئله رو فهمند. بله، در این مسئله سخنهای ما وجود دارد، اما شاید طولانی باشد، کسی از سبب زیادتیش نفهمد. مختصرا میگوییم که همه علمای اهل سنت و الجماعت اتفاق میکنند که از سلف و خلف تا امروز هر سرزمینی که به حکم الله و رسول حکم میکند این دارالاسلام است و هر سرزمینی که به حکم غیر الله و رسول حکم میکند این دارالکفر است. البته در این مسئله یک دو علمای خطا کرده اند، غلط کرده اند و به اذان گفتن و به ندا کردن اذان دارالاسلام و دارالکفر رو یعنی تحقیق کردند که البته سخن اونها رو علمای دیگر خطا گفته و علما رد زده. از همین جهت شاید به کسی شبهه آید. امروز مدخلی ها در نزد مرجئه ها چی است؟ دارالاسلام دارالکفر چی گفته میشد؟ میگن که سرزمینی که اذان داده شود دارالاسلام است، سرزمینی که اذان گفته نشود دارالکفر است. از نظر این ما نظر بکنیم، در امریکا، در اروپا بینویت زیاد اذان گفته می شود. از نظر مدخلی ها اینجا دارالاسلام است. اما این سخنی که علما بعضشون گفتند امروز مدخلی ها میگه سخنی باطل است، این سخنی غلط است، بلکه قول راجح همین است و این به اتفاق 4 مذهب است، هم ابو حنیفه، هم مالک، هم شافعی، هم احمد ابن حنبل رحمهم الله و سلف این امت هم میگن که سرزمینی که حکم به حکم اسلام بکند، یعنی به قانونهای اسلامی، به شریعت اسلام، در دایره اسلام، هم از نظر تجارت اقتصاد، هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی، هم از نظر جنایت جزایش و غیره، همه اش به حد شریعت به قانون قرآن و سنت باشد، اینجا دارالاسلام است و این دولت اسلامی است. جایی که به قانون اسلام نیست، به شریعت اسلام نیست، یا که قسما به شریعت اسلام است و قسما به شریعت اسلام نیست، اینجا دارالکفر است. بارک الله فیکم. این است مختصر قول علما و قول راجح. و البته به این سخن مرجئه ها و مدخلی های امروزه و حزبی ها و سروری ها و صوفی ها، اشعری ها، ماتریدی ها مخالف هستند، زیرا در نزد اینها همه جا دولت اسلامی و که همه جا دارالاسلام و سرزمین اسلام است.